با همین کلیپ رو ببینیم برمیگردیم. چرا این مرد لباساشو پرت کرده تو اقیانوس؟ فکر میکنی از ناامیدی داره خلبازی در میاره؟ نه، داره لباس میشوره. ملوانا هفته ها حتی ماه ها وسط دریا گیرن. کارشون سخته، زندگیشون سخت‌تره. نه ماشین لباسشویی دارن، نه آب شیرین اضافه که بشه باهاش لباس شست. اونم آبی که باید برای خوردن و غذا پختن نگه دارن. برای همین یه روش باحال پیدا کردن. یه سر لباسا رو میبندن به تناب، بعد با تمام زورشون میچرخونن و پرت میکنن تو آب. همونطور که کشتی با سرعت جلو میره، موجها لباسا رو میکوبن و میچرخونن، درست مثل یه ماشین لباسشویی طبیعی غول پیکر که عرق و نمک و چربی رو از روشون میشوره. هرچی کشتی تندتر بره، لباسا تمیزتر میشن. چند دقیقه بعد لباسا مثل نو میشن. خودشونم به شوخی اسمشو گذاشتن ماشین لباسشویی اقیانوس. بدون برق، بدون پودر، فقط با قدرت خالص طبیعت و یه ذره هوش ملوانی. خب کلیپ رو دیدین؟ لباس رو میگیرن میندازن توی دریا، اسمش هم گذاشتن ماشین لباسشویی طبیعی. اینا همش الکی، چنین چیزی وجود نداره. الان کوچکترین لنج هم آب شیرین خودشو داره، حتی ماشین لباسشویی هم داره، چه برسه به کشتی‌های بزرگ. کشتی‌های بزرگ جای مشخص داره، خشکشویی خودشو داره. حالا بعضی کشتی‌ها یه جای مشخص میذارن، حالا خودشون نفرات خودشون میرن لباسشون رو میشورن میان. شناوری مثل ما که یه کرم بارج بزرگ تعداد نفرات بیشتری داره، صنعتی بوده، تا 300 نفر هم توی خودش جا داده، خشکشویی جداگونه داره، 2 نفر شیفتی کار میکنن، بندهای خدا لباسا رو میشورن، میرن تو جای مشخصی که گذاشته شده، تو کیسه مشخص با شماره کابین مشخصش آویزون میکنن، تمیز مرتب نفرات شناور میان داره. اینا که اینجوری میکنن، اینا واسه گرفتن لایک، ویو و این چیزاست. الان تو اینم الان میبینیم میگی چرا اگه راست میگی چرا این کار کردم. این یه چالش بوده. این یه چالش بوده که آره اگه لباستو ببندی بندازی توی دریا چجوری میشه بعدش. لباسو میندازن، بعد چند ساعت لباسو میارن واسه شناورایی که موتوریه و حرکت میکنه. بعد حالا چند ساعت یا چند روز لباسو میارن بالا، تمام لباس تیکه پاره و ریش ریش شده. این یه چالش بوده. این بندهای خدا حالا نمیدونستن یا حالا میخواستن خیلی چیز در بیارن، لایک و ویو ببرن بالا، در آوردن گفتن آقا داستان اینه و از این حرف. این چنین چیزی نیست. یا حق. تا بعد.